سلام، من کدر اسکای بکر هستم. برای شروع ویدیو حتما لایک و سابسکرایب بزنید و زنگوله رو فشار بدین تا ویدیوهای بیشتری رو نگاه بندازین. و امروز راجع به باربی قرار حرف بزنیم که تئوریش رو خودم کشف کردم که هنوز تو گوگل هنوز مطرح نشده که یکی دو تاش رو شاید بشه تو گوگل پیدا کرد که معلوم نیست این شاید تایید بشه یا نشه. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. تئوری اول، رابطه‌ای بین راپونزل و قلموی جادویی و باربی و ستاره پاپ. داستان رو اسپویل نمی‌کنم، پیشنهاد می‌کنم خودتون بریم ویدیو رو نگاه بندازین. بریم زیاد اسپویلش می‌کنم سراغ تئوریاش. تئوری اولش اینه که تو انیمیشن با راپونزل قلموی جادویی، راپونزل اون قلمویی داشتش که مثلا همه چیزا هر چیزی که بهش فکر میکرد رو برآورده میکرد. مثلا لباسی که دلت میخواست، مویی که مدل مویی که دلت میخواست، میخواستی از ساختمون بری بیرون، چجوری میخواستی بری بیرون، این برات انجام میده. که وقتی گاتل اینو میفهمه قلمو رو به دو نصف تقسیم میکنه، یعنی به مثال نابودش میکنه، ولی در اصل نابود نشده که به یه طریقی به دست پرنسس باربی توی انیمیشن باربی و ستاره پاپ مشخص میشه که یکی از شخصیت‌ها دختری بود که عشقش به موسیقی بود. کنسرت‌هایی که توی سفرهای خودش انجام میداد که اگه یادتون باشه یه میکروفون داشت که اون میکروفون معمولی هم نبود، یه میکروفون جادویی بوده که دقیقاً همین عمل کردیه که راپونزل باش انجام میداد. دقیقاً مدل لباس، مدل مو، هر کاری که میتونست انجام میده. و نه تنها اون، بلکه پرنسسی هم که داخل قصر زندگی میکرد شونه دقیقاً همون عمل کردی رو داشت که بین این دو شخصیت میدید. تئوری دوم، گردنبند جادویی. تو انیمیشن باربی و قصر الماس ها دو تا شخصیتی وجود داشتن به اسم آلینا و الکسا که دو تا سنگ جادویی رو پیدا میکنن و اونا رو تبدیل به گردنبند میکنن که در نهایت تو آخرین قسمت به طرز شگفت‌آوری تغییر شکل پیدا میکنن و زیباتر از حد معمولش میشه. که ما دقیقا همین دو گردنبند رو دقیقا تو انیمیشن باربی و ستاره پاپ میبینیم که این دوتا گردن درست تو گردنشون قراره ولی مدلاشون تغییر کرده که هرچی هست کلن افتاده دست انیمیشن باربی و ستاره پاپ. چقدر عجیب. تئوری سوم، شباهت‌های ظاهری هر شخصیت. تو انیمیشن باربی و دریاچه قو یه شخصیتی منفی به اسم، نمیدونم اسمش چی بود، هر موقع ما صداش میکنیم دختر جیغ جیغو که باباشو ددی صدا میکرد و تو انیمیشن راپونزل خیلی شبیه گاتل بود، نسخه پیرتره همون دختره. برفرض بگیریم یکی این و یکی هم راجع به یه دونه گربه بود که تو انیمیشن باربی و 12 پرنسس رقصنده که یکی از قشنگترین انیمیشنه بود که تو زندگیم دیدم. پیشنهاد میکنم حتما اونو ببینین که این گربه خیلی شباهت جالبی نسبت به انیمیشن کوریر و سه شمشیرزن داره که کوریر یه دونه گربه داشت، گربه نارنجی رنگ داشت که جدا از کد رنگی که متفاوتی داشته ولی شباهت ظاهرشون خیلی شبیه به هم بود. خب بالاخره رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. حتما لایک و سابسکرایب بذارین و اگه شباهتی که به نظرتون رسید تو این انیمیشن یا هر انیمیشنی دیگه‌ای که دیدین حتما کامنت بذارین. تا ویدیوهای بعدی، فعلا خدا نگهدار.